خیانت بزرگ سردار آزمون به تیم ملی. برای تیم ملی ناآماده و برای لورکوزن 100% آماده. هفته 26 بوندسلیگا و 12 فروردین باهن لورکوزن در خانه تیم شالکه فوتبال خوبی بازی کرد و با 3 گل پیروزی خود را پررنگ‌تر کرد. زننده یکی از گل‌های بایرن در این بازی سردار آزمون بود. او دقایق بعد از ورود به میدان با یک ضربه سر تماشایی دروازه شالکه را باز کرد تا نشان دهد در بهترین شرایط روحی و روانی و فنی به سر میبرد و از همه مهمتر راه گلزنی در بوندسلیگا را همانند لیگ برتر روسیه یاد گرفته است و از این پس چیزی که از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در بوندسلیگا میبینید ذخیره‌نشینی مداوم و برخورد توپ به تیر دروازه و بدشانسی نیست، بلکه از سردار همانند لیگ برتر روسیه فقط گل‌های زیبا می‌بینید، با شوت از راه دور، ضربه سر، حرکت در عمق و دریبل دروازه‌بان. سامان قدوس دیگر بازیکن تیم ملیه که برای بازی با روسیه و کنیا در اردوی تیم ملی حاضر نشد. این هفته و در بازی برنتفورد یکی از بازیکنان حاضر در لیست تیم باشگاهیش بود و نشان داد او هم همانند سردار آزمون میتوانست برای تیم ملی بازی کند، اما ترجیح داد در تمرینات تیم باشگاهیش حاضر باشد. سردار آزمون البته برخلاف سامان قدوس در روزهای فیفا و تعطیلات نوروز به ایران آمد. سوال مهم و اساسی اینجاست که اگر دعوت از سردار آزمون و سامان قدوس به اردوی تیم ملی از سوی کارلوس کیروش صورت می‌گرفت، آنها باز هم به اردوی تیم ملی نمی آمدند. کارلوس کیروش طی 9 سال حضور در اردوی تیم ملی چند باری با این اتفاقات مواجه شد، اما تصمیمی که او در مواجهه با این اتفاق می‌گرفت حذف بازیکنان بود، چرا که او معتقد بود پیراهن تیم ملی مقدس و همه باید برای خدمت به تیم ملی از جا مایه بگذارند. باید منتظر مانده دید که امیر قلعه‌نویی چه تصمیمی در مورد این بازیکنان خواهد گرفت. حتما نظرتون رو در این باره برای ما کامنت کنید و فراموش نکنید که با لایکاتون از ما حمایت کنید. خدا نگهدار.